محبوس توجیک 57 ساله امردین سعیدوف که 9 سال باز در محبس روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر ادای حکم کرد و تا پایان حکمش کمتر از 2 سال دیگر باقی مانده بود، از محبس سکونتی واقع در ولایت ایرکوتسک فرار کرده است. در اداره زندانهای ولایت ایرکوتسک گفتند که امردین سعیدوف صبح 27 اکتبر سال 2023 فرار کرده است. منبع نشریه محلی ایرسیتی در اداره زندانهای منطقه خبر داده است که امردین سعیدوف با جرم قاچاق مواد مخدر به 11 سال زندان محکوم شده بود و 8 سال اول حکمش را در محبس نظامش سنگین ادا کرده در بهار سال 2022 به محبس سکونتی گذرانیده شد. او میباید سال 2025 به آزادی میبرآمد. سبب فرار محبوس تاجیک از محبس سکونتی که قاعده های بود و باشش نسبت به زندان خیلی سبکتر است گفته نشده است. اداره زندانهای ولایت ایرکوتسک را تحت جستجو قرار داده است.